الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم از قسمت دیگر از برنامه راهنمود سنت. بینندگان عزیز و گرامی، بله، بحث ما در مورد بدعات قبور هست، یا در مرحله اول شرکیاتی که ارتباط میگیرد به قبرستان ها و قبور. مطالبی را در برنامه‌های گذشته به خدمت شما بیان کردیم. ان شاء الله ادامه آنها را، ادامه آنچه که شرک است و آنچه که بدعت است، به خدمت شما بینندگان عزیز بیان خواهد گردید ان شاء الله. یکی دیگر از مسائلی که در واقع از جمله شرکیات هست که ربط میگیره به زیارت قبور، این است که عده‌ای از مردم به طرف قبرستان نماز میخوانند، یا قبرستان را عبادتگاه قرار میدهند، یا داخل قبرستان مسجد میسازند، یا داخل مسجد قبر در واقع حفر میکنند و بعد کسی را در اونجا دفن میکنند. اینها خطرناک است. اما این مورد که انسان به جایی که به طرف قبل نماز بخواند طرف قبر نماز بخواند، این شرک است. چون انسان مؤمن را خداوند جل جلاله دستور داده که فولی وجهک شطر المسجد الحرام، روی خود را طرف مسجد حرام بکن، نه روی خود را طرف قبر بکن، قبر فلانی قبر فلانی. اینها خطرناک است. اینها انسان را از دایره اسلام بیرون می کند، چون مخالفت صریح با قرآن عظیم الشأن هست. و گفتیم که انسان عبادت میکنه، باید عبادتش بر مبنای حقیقت باشه، بر مبنای خرافات نباشه، بر مبنای بدعات نباشه. بله، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در این مورد چی زیبا میفرمایند لعن الله الیهود و النصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. خداوند لعنت کند یهود و نصارا را. مواظب باشید وقتی پیامبر علیه السلام میفرمایند خداوند لعنت کند یهود و نصارا را، ما را متوجه میکنند که اگر شما همین کار را بکنید مورد لعنت الله قرار میگیرید. بعد اینها چه کار کردند؟ چرا خداوند اینها را لعنت کند؟ میفرمایند که اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، قبرهای پیامبران خود را سجدگاه قرار دادند، سجده کردند آنها را، روی خود را به طرف آنها کردند، آنها را قبله خود قرار دادند. این حدیث در صحیح بخاری آمده، حدیث شماره 1330. و همچنین متاسفانه وجود دارن عده‌ای که رو به طرف قبرستان میکنن و به طرف قبرستان نماز میخوانند. یکی از اساتید ما نقل میکرد، رفته بود به زیارت قبرستان. بعد گفت که دیدم یک نفر پشت به طرف قبله کرده، رو به طرف قبرستان نماز میخوانه. میگه دستش را گرفتم، چیکار میکنی تو؟ قبله این طرفه، تو چرا به این طرف نماز میخوانی؟ گفته که من نماز عشق میخوانم. این که نماز عشق چی هست و از کجا هست، این را باید از خود شخص بپرسید. این را باید خودش جواب بده که نماز عشق چی هست دیگه. احتمالاً نماز عشق همون نماز شیطان باشه، چون ما در اسلام چیزی به نام نماز عشق نداریم که طرف قبرستان نماز بخوانه و بعد بگه من نماز عشق میخوانم. این انسان خودش را مشرک کرده، عبادت شیطان میکنه، عبادت این قبر را میکنه. پشت به قبله، طرف قبر، سجده میکنه، رکوع میکنه، نماز میخوانه، نماز صاحب سجده و رکوع. اینها خطرناک است بینندگان عزیز و گرامی، مواظب باشید. و همچنین یکی دیگر از مشکلات این است که متاسفانه عده‌ای به قصد تبرک و به قصد تقرب به الله سبحانه و تعالی در نزد قبور حیوان ذبح می کنند و این را تبرک می دانند، این را خوب می دانند، این را خیر می دانند، می خوانند از این طریق خودشان را به الله سبحانه و تعالی نزدیک بکنند.
البته تنها در نزد قبرها نیست، متاسفانه این مشکل در جوامع ما متاسفانه فراوان شده، به وفور یافت میشه که یک مسلمان با عنوان مثال جلو عروس و داماد حیوان ذبح میکنن، جلو پای آنها خون حیوان را میریزانند، یا اینکه جلو پای کسی که از حج میآید حیوان ذبح میکنن. حتی دیدم کسانی که با عنوان مثال از کربلا میآیند، از نجف میآیند، از فلان جا از هر جایی که میآیند جلو پای آنها حیوان ذبح میکنن. این حیوان گوشتش حرامه و این عمل شرکه، چون این عمل برای غیر الله سبحانه و تعالی داره صورت میگیره. بناهن اینها خطرناکه. یا این که ما حیوان را در نزد قبر ذبح کنیم. عین مشرکین مکه حیوان را می آوردن در پیش بت، در جلو پای بت سر می بریدن تا اینکه تبرک بشه و این را خیرات می کردن، می دادن برای مردم، یا این که خودشان می خوردن. خلاص تبرک بود، به تعبیر آنها تبرک شده بود. حالا نام او بت هبل و نام او بت این بود، حالا نامش شده قبر. پس بناهن در نزد قبر ذبح کردن این خودش شرکه. گوشت این حرامه، یعنی در ردیف گوشت خوک قرار میگیره. خداوند جل جلاله وقتی در آیت 3 سوره مبارکه مائده گوشتهای حرام را بیان میکنه، حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله و ما اهل به لغیر الله. خداوند جل جلاله این آن چیزی که برای غیر الله سبحانه و تعالی ذبح میشه، این را خداوند جل جلاله در ردیف گوشت خوک قرار داده، در ردیف گوشت مردار قرار داده. پس بناهن اینها حرامه، آنگونه ای که خداوند جل جلاله میگه، و این عمل شرکه. انسانی که بیای همچون کار را انجام بده. رسول الله صلی الله علیه و سلم این انسانها را، کسانی که برای غیر الله سبحانه و تعالی ذبح میکنن، آنها را لعنت کرده اند. پیامبر علیه السلام میفرمایند لعن الله من ذبح لغیر الله. لعنت خدا بر کسی که ذبح کرده برای غیر خداوند جل جلاله. هدفش این قبر بوده، رفته پیش قبر ذبح کرده. لعنت خدا بر این انسان. این حدیث در صحیح مسلم آمده، حدیث شماره 1978. و همچنین در آیات قرآن عظیم الشان وجود داره که انسان باید ذبح را و قربانی را تنها و تنها برای الله بکنه. خداوند جل جلاله به پیامبرش میگه در سوره مبارکه کوثر، میفرماید فصل لربک وانحر. تنها برای الله نماز بگذار و تنها برای الله قربانی بکن. لربک، تنها برای الله، خاص برای الله. وانحر، قربانی کن. و همچنین خداوند متعال جل جلاله برای پیامبرش صلی الله علیه و سلم میفرماید قل، ای پیامبر بگو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا اول المسلمین. الله سبحانه و تعالی میفرماید ای پیامبر بگو ان صلاتی، بدون شک نماز من، و محیای و مماتی، ان صلاتی و نسکی، نسک من، عبادات من، قربانی من، نظر و نیاز من، و محیای و مماتی، و زندگی و مرگ من لله، خاص برای الله است. اللهی که، معبودی که رب العالمین، معبودی که پروردگار عالمیان هست. این گفته خداوند جل جلاله است. الله سبحانه و تعالی به ما یاد میده که شما خالصا لله اعمال خود را انجام بدهید، نه به خاطر کسی دیگر و به خاطر چیز دیگر. این آیات در سوره مبارکه انعام آیت 162 و 163 آمده. یکی از بدعاتی که متاسفانه وجود دارد برای زیارت قبور، سفر نمودن به سوی قبرستان هاست، به سوی زیارت هاست. یعنی این که شخص سفر بکند برای قبر. در حدیثی رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند
حضرت ابی هریره رضی الله عنه روایت میکنه که رسول الله علیه السلام فرمودند لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام و مسجد الرسول صلی الله علیه و سلم و مسجد الاقصی. این حدیث در صحیح بخاری آمده، حدیث شماره 1189 و در صحیح مسلم با اندک تفاوت در لفظ در حدیث شماره 1397. این حدیث با ما چی را میرسانه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. بار سفر به قصد تبرک و عبادت بسته نشود مگر به سوی سه مسجد: مسجد الحرام، مسجد نبوی و مسجد الاقصی. فقط، حتی دیگر مساجد داخل نیستند، چی برسه به قبرستان ها. عده از اهل بدعت میگویند که بله اینجا خب مسجد آمده، چی ربطی به قبر داره؟ اولا باید ما شأن و ورود این روایت را بدانیم، چنانچه حضرت امام شاه ولی الله دهلوی رحمه الله در کتاب مبارک خود، در کتاب خوب خود حجت الله البالغه میگه که، در کتاب گرانبها خود حجت الله البالغه میگه که این روایت را رسول الله صلی الله علیه و سلم و این حدیث را زمان گفتند که مردم عادت داشتند به قصد تبرک می رفتن در اماکنی و اماکن را تبرک می کردن، به این معنا که می رفتن آنجا عبادت می کردن، نماز می خواندن و به این ترتیب آنها را برای خودشان مبارک می دانستند. می گوید اینجا بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم این روایت را فرمودند که به جز مسجد هیچ جای دیگر حق ندارید. بعد امام شاه ولی الله دهلوی رحمه الله در جلد اول همین کتاب می گوید که به نظر من، نظر خودش را میگه به نظر من حق در این است که کوی تور، قبر ولی از اولیاء الله، مکان از اولیاء الله، از هر کس که میخواه باشه، در یک حکم و در حکم نهی داخل هستند. نباید ما چون این کار انجام بدهیم. سفر بکنیم به سوی قبرستان به قصد تبرک، به قصد این که ما تبرک بجوییم. پس بناهن با این وجود، با این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم نتیجه بر این گرفته می شود که سفر کردن به سوی قبر و به سوی قبرستان جایز نیست. و همچنین عده دیگر متاسفانه عادت بر این دارند که در نزد قبرها اعتکاف می کنند. این هم شرک است، چون اعتکاف عبادته. اعتکاف عبادت، انسان وقتی عبادت را انجام میده باید خالصا لله انجام بده. از همان آیه مبارکه 125 سوره مبارکه بقره که الله سبحانه و تعالی میگه و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. عاکفین یعنی کسانی که اعتکاف میکنن. اعتکاف عبادته. در نزد قبور اعتکاف نمی شود. انسان برای اعتکاف بکنه در نزد قبور به قصد تبرک و به قصد این که به خداوند جل جلاله نزدیک بشه، چون فلانی آدم بزرگواری بوده، ولی از اولیاء بوده، حالا بریم نزد قبر او ما اعتکاف بکنیم. این کار برای ما جایز نیست و ما نمی توانیم معتکف قبور باشیم. باید معتکف مساجد باشیم و معتکف باشیم و عبادت ما برای الله سبحانه و تعالی باشه و بس. یک سری بدعات دیگری هم وجود داره. به عنوان مثال بعضی ها عادت دارن که در نزد قبرستان به عنوان مثال حلوا میبرند، شیرینی میبرند، نخود میبرند و یک سری چیزهای خوردنی میبرند و در آنجا میخورند. قبرستان جای خوردن و آشامیدن و اینها نیست. یا عده دیگر میبینیم که در قبرستان برای تفریح میروند. متاسفانه این در بعضی از جوامع وجود دارد، به خصوص در ایامی که هوا بسیار خوب است، هوا مناسب است، حرکت میکنند میروند. کجا بریم نزد فلان قبر، آنجا بعد می نشینند و آنجا میخندند و میگویند و حتی نعوذ بالله بعضی ها را باور کنیم یعنی برایم خبر رساندند که متاسفانه در داخل قبرستان رقص میکنند، موسیقی روشن میکنند و اعمال فجیع دیگری انجام میدهند که واقعا زبان انسان قاصر است از این که همچون چیزها را نقل بکند از یک مسلمان. واقعا بعیده. نه آنطور زیاده روی کردن، نه آنطور حتاکی کردن. نه آنطور زیاده روی بکن که قبر را برای خود معبود حساب بکن و نه هم اینطور حتاکی بکن برای قبر. احترام به اهل قبور، احترام. حتی ما میبینیم که علما میفرمایند شما بالای قبر ننشینید. نشستن بالای قبر در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم، در حدیثی که امام مسلم روایت کرده، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا علیها ولا تصلوا الیها
پیامبر علیه السلام میفرمایند شما بالای قبرها ننشینید و همچنین نماز نخوانید بر روی قبرها. اگرچه عده‌ای از علما میفرمایند که مراد از نشستن در این حدیث این است که انسان بالای قبر قضای حاجت نکند، ولی جمهور علما میفرمایند که این عام است. این عام است، هر طور نشستن منع هست و نهی هست و نباید انسان بالای قبر بنشیند، چون حتاکی می شود. حتی می بینیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند استخوان انسان مرده مثل استخوان انسان زنده کرامت دارد. نباید انسان استخوان مرده را بشکند. مثل این است که استخوان یک زنده را شکستاندی و حرمت او را حساب نکردی. حالا داخل قبرستان رقصیدن و گناه کردن و معصیت کردن و خندیدن و تفریح کردن، اینها یعنی چی؟ حتی کیست با آنها؟ باید این موارد را متوجه باشیم. قبر جایی است که یا قبرستان جایی است که انسان برود آنجا دلش نرم بشه، نه که بیشتر به شیطان نزدیک بشه. اجازه بدین که وقفه از اتاق فرمان بگیریم، ان شاء الله بعد از وقفه بحث را ادامه خواهیم داد. وصال حق گامی در راستای بیداری که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر سایر ادیان غالب و پیروز بگرداند، اگرچه برای مشرکان ناخوشایند باشد. با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. بله بینندگان عزیز، یک سری بدعات دیگری هم وجود دارد، از جمله این که مثلا بعضی ها وقتی که در قبرستان می روند یک روزی را مشخص می کنند. مثلا روز عید را از پیش خود مشخص می کنند که بروند سر قبرستان ها. این جایز نیست، بنا به دلایلی هست که ان شاء الله در فرصتش به این موضوع هم خواهیم پرداخت. اما یک سری مسائل دیگری، یک سری روزهای دیگری هم هست که خاص میشه. به عنوان مثال روز هفتم، روز سوم، روز بیستم، روز چهلم، سالگرد، این روزها را هم میروند سر قبرستان ها. و این روزها البته این سوم و این چهارم و این هفتم و اینها خودش در اصل بدعته که ان شاء الله ما در بخش بدعات عزاداری و در بخش بدعات غم ان شاء الله این موضوعات را به خدمت شما بینندگان عزیز در آینده اگر خداوند جل جلاله به ما توفیق داد و زندگی باقی بود ان شاء الله صحبت خواهیم کرد. و همچنین بعضی از اماکن و بعضی از جاها و بعضی از مناطق متاسفانه این بدعت هم وجود داره که درختهایی در آنجا به عنوان مثال وجود داره یا دیواری هست، میخه ها را میگیرن آنجا میکوبند به قصد شفا دادن، به قصد اینکه گویا این شخص مرا شفا میدهد، نعوذ بالله، در حالی که خداوند جل جلاله گفتیم که میگه شفا را من میدهم. سخن حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام و اذا مرضت فهو یشفین در واقع بزرگترین دلیل هست که تنها و تنها پروردگار سبحانه و تعالی شفا میدهد، نه کسی دیگری. لگدمال کردن قبرها جایز نیست که ما لگدمال بکنیم قبرها را و نسبت به قبرها حتاکی بکنیم که قبلا هم به این موضوع اشاره کردم. یا اینکه بعضی مردم عادت دارن وقتی که سر قبر میروند سنگ را بر میدارن تک 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 سر قبر میزنن که گویا در خانه کسی را میزنن که این از خانه خود حالا شما را جواب بده و فکر میکنن. البته فکر آنها در این است که وقتی ما سنگ را میزنیم آن طرف میداند که ما کی هستیم و از کجا آمدیم و همه چیز را گویا این که میداند و آگاهی پیدا میکند. اینها همه خرافات هست، همه اینها دلایلی ندارد، همه اینها دلیلی نه از قرآن دارد، نه از سنت دارد، نه در روش سلف صالح ما هست، بلکه یک سری بدعات و خرافاتی هست که متاسفانه وجود دارد. یا در داخل قبرستان سخنهای لهو و لعب گفتن و خنده کردن، اینها در واقع خطرناک هست، چون ما گفتیم که زیارت قبرستان جایی هست که انسان باید بره در اونجا، یعنی قلبش آرام بشه، از دنیا بی رغبت بشه
و نسبت به آخرت بسیار بسیار خودش را نزدیک احساس بکنه و اعمال انجام بده برای اینکه خداوند جل جلاله از او راضی باشه و آخرت خود را آباد بکنه. نه اینکه بره داخل قبرستان بخنده، داخل قبرستان به عنوان مثال سخنان لهو و لعب بگه، موسیقی گوش بکنه و از این قبیل چیزها که اینها همه در واقع رد است و هیچ سند شرعی ندارد. یا اینکه بعضی ها از خاک قبر به عنوان مثال خاک را بر می‌دارند، آن را گل می‌سازند، بعد به تعبیر آنها و فکر می‌کنند اندیشه آنها این است که وقتی جای زخم باشه، البته زخم‌های معین و مشخصی، روی آن را می‌کشند، روی زخم را با آن گل می‌کشند، بعد میگویند که این خوب میشه. و اتفاقا گاهی اوقات اتفاق میفته چون این چیزها خوب میشه، چون خداوند جل جلاله گاهی شفا را در یک چیز قرار میده، ما احساس میکنیم که این گل ما را شفا داد، اعوذ بالله، این قبر ما را شفا داد. نه، اینها کسی نیستن که ما را شفا بدن، اون گل چیزی نیست که شفا بده. خداوند جل جلاله اتفاقا تقدیرش بر این رفته که تو را در همین موعد شفا بده، حالا این گل را مالیدی شفا یافتی، فکر میکنی که واقعا این چون این کاری کرده. نه خیر، این گونه نیست. اگر این گونه باشد باید دلیل محکمی برای بت پرست ها باشد. بت پرست ها، گو پرست ها، انسان پرست هایی که امروز وجود دارند در جهان، یک عالم مشرک وجود دارد. این مشرکین هر کدام یک چیزی را میپرستند، از اون چیز تقاضا میکنند، چیزهایی را میخواهند که ما را شفا بده، این گونه کن، آن گونه کن، و اتفاقا تقدیر خداوند بر این میره که اونها شفا مییابند. آیا در واقع او اینها را شفا داده؟ نه خیر، شفا نداده. الله تعالی اونها را شفا میده. اینها استدراج شیطانی هست که اگر انسان مواظب نباشه انسان را مشرک میکنه، انسان را مبتدع میکنه و دارای عقیده خرافی و عقیده بدعی انسان میشه و روز به روز، درجه به درجه، استدراج همین است که انسان روز به روز، درجه به درجه، درجه به درجه به شیطان نزدیک میشه و از خداوند جل جلاله نعوذ بالله دور میشه و از رحمت خدا انسان دور میمانه. پس برادرم و خواهرم مسلمانم، مواظب باش. اینها بدعاتی بود که در اعمال در واقع در قبور صورت میگیره. شاید بدعات دیگری هم وجود داشته باشه که حالا از قلم بنده مانده و به هر صورت بنده در موردش صحبتی نکردم. و خلاصه این که یک قاعده عمومی، هر چی که در قرآن کریم و در احادیث پیامبر و در روش سلف صالح نیست از آنها پرهیز کنید، چون اینها بدعت، به خصوص در مورد بدعات قبور و انجام اعمالی که شما در قبرستان ها میکنید خیلی مواظب باشید. مطالب دیگری هم در مورد قبرستان هست، مثلا در مورد این که قبر چگونه ساخته بشه و روش شرعی ساختن قبر چگونه است که ان شاء الله در برنامه بعد به این موضوع خواهیم پرداخت. حالا وقت برنامه ما به اتمام رسیده، اجازه دهید که از خدمت شما رخصت بشم. تا برنامه بعد همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله سبحانه و تعالی یار و مددگار همه من و شما باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.